این پرونده شکایت توسط زنی 35 ساله در شیراز مورد پیگیری قرار گرفت. پرونده‌ای که از گم شدن شوهرش خبر میداد. سرنخ‌های عجیبی پیدا کردیم که ما رو به جای نزدیک کردن به نتیجه از اون دور میکرد. اوایل دی ماه سال 1401 فرزانه زنی 35 ساله به اداره آگاهی شیراز مراجعه میکنه و از گم شدن شوهرش ابراز نگرانی میکنه. به گفته فرزانه، مهدی شوهرش که 41 سال سن داشته چند روزیه از خونه رفته بیرون و دیگه برنگشته. اون میگه تمام خونه دوستا و فامیل رو سر زده و یا تماس گرفته، اما هیچ کس از اون خبری نداره. فرزانه به پلیس میگه که شوهرش از نظر روحی و روانی یکم مشکل داشته و میترسه تو این چند روز اتفاق بدی براش افتاده باشه. او همچنین میگه روح و روان اون به گونه‌ای بوده که بعضی موقع توی خونه با هم بحث داشتن و به خاطر اخلاق شوهرش بارها و بارها با هم مشکل پیدا کردن. فرزانه میگه مهدی یه بیمار روانی بوده. روی خودش کنترلی نداشته و توی شرایط مختلف حالتش تغییر میکرده یا دست به کارهای عجیبی میزده که بعداً پشیمون میشده. مامورای آگاهی صحبتهای فرزانه رو ثبت میکنن و برای این درخواست پرونده تشکیل میشه. این گونه ماموران آگاهی وارد عمل میشن و تحقیقات میدانی و تخصصی رو آغاز میکنن. اونها از محله شروع میکنن و از همسایه ها تحقیق و پرسجو میکنن. فرزانه و مهدی در محله زرهی شیراز زندگی میکردن. ماموران هم تلاش میکنن تا از ساکنین اون منطقه و نزدیک به خونه اونها سرنخ‌هایی رو کسب کنن. ساکنین اون منطقه از این موضوع بی‌خبر بودن. اما در همون حوالی یه سوپر میوه بوده و پلیس ها از فروشنده در مورد این موضوع سوالاتی رو میپرسن. فروشنده به پلیس میگه اتفاقاً چند روز پیش مهدی برای خرید میوه اونجا اومده بوده. چند نوع میوه میخره ولی اخلاقش یه جوری بوده. وقتی حالشو ازش میپرسم با اخم نگاه میکرد و هیچی نمیگفت. بعدش هم سرشو پایین انداخت و از مغازه رفت بیرون. بعد از اون دیگه ندیدمش. حتی قبل از رفتن بهم گفت توی حساب بنویس بعداً حساب میکنم. مثل همیشه نبود. عصبانی بود. وقتی از مغازه رفت بیرون نگران شدم. فکر میکردم شاید اتفاقی براش افتاده. بعدش سواری یه ماشین لندکروز شد و من دیگه ندیدمش. بعد از چند ساعت فرزانه خانم همسر آقا مهدی اومد مغازه و سراغ شوهرش رو میگرفت. منم تمام چیزایی که میدونستم و براش تعریف کردم. فرزانه خانم خیلی نگران شده بود. بهم گفت اگه بازم مهدی رو دیدم بهش خبر بدم. یکی از همسایه‌های فرزانه اینا به پلیس میگه که اون روز که آقا مهدی گم میشه سر و صدای زیادی از خونشون میومده و ما نمیدونستیم که سر چی دعوا میکردن. اما یکم که گذشت جر و بحثشون تمام شد. ما هم فکر میکردیم دعوای زن و شوهری هست و دخالتی نکردیم. تقریباً 3 ساعت بعد بود که فرزانه خانم اومد پایین و سراغ شوهرش رو از ما میگرفت. ما هم بیخبر بودیم و اطلاعات زیادی بهش ندادیم. فقط گفتیم صدای شما رو شنیدیم و فکر کردیم دعوا شده و بعدش که صداتون کم شد احساس کردیم که دعوای بینتون حل شده. دخالتی نکردیم. اما آقا مهدی رو ندیدیم. همسرش میگه همه جا رو گشتم، با همه فامیل و دوستان تماس گرفتم اما هیچ کس ازش خبر نداشت. خیلی نگران شدم چون وقتی داشت از خونه میرفت بیرون حال نامناسبی داشت. حتی همسایه ها و شاهدان هم اظهارات فرزانه خانم همسر مهدی رو تایید کردن و گفته بودن که اون حالت نامناسبی داشته و داشت تلو تلو میخورد. ماموران آگاهی دوربین‌های مدار بر سر رو بررسی میکنن و متوجه میشن که مهدی سوار ماشین میشه و از اونجا دور میشه. پس از بررسی دوربین‌های ترافیک در مناطق مختلف اون ماشین لندکروز رو در یکی از محله‌های زرهی پیدا میکنن.
مالک خودرو رو دستگیر میکنن و به اداره پلیس میبرن. پس از بازجویی متعدد این مرد به پلیس ها میگه که از این موضوع بی‌خبره و اون روز فقط برای دیدن خانواده‌اش به اون محل رفته بوده، وگرنه نه این مرد رو میشناسه و نه خانواده‌اش رو. این مرد پلیس ها میگه اون روز به صورت اتفاقی مهدی رو میبینه. دستش پر بوده و در حال تلو تلو خوردن بوده. تلاش میکرده که ماشین منو نگه داره و ازم کمک بگیره. منم همین کارو کردم. تنها کاری که کردم این بود که ازم میخواست سوار ماشینش کنم و اون رو به محله برزنت برسونم. منم موافقت کردم، در حالی که تا حالا ندیده بودمش و نه حتی میشناختمش. هدفم فقط کمک بهش بود. احساس میکردم از نظر جسمی و روحی مشکلی داره. منم میخواستم کمکش کنم. این مرد که شما میگین اسمش مهدیه رو در منطقه برزنت پیاده کردم و بعدش رفتم. دیگه از اون هیچ خبری ندارم. مامورای پلیس برای اینکه صحت حرفای اون رو سنجش کنن از ارزیابی‌های مختلف و صحت سنجی استفاده میکنن و مشخص میشه که اون حقیقت رو گفته. ماموران پلیس برای بار چندم فرزانه رو به اداره پلیس فرا میخونن. از فرزانه در مورد بحث و درگیری که با هم داشتن میپرسن. از اون میپرسیدن که سر چی بحث و دعوا داشتین. فرزانه به ماموران پلیس میگه من دیگه نمیتونستم باهاش زندگی کنم. با هم سازش نداشتیم و من خیلی اذیت بودم. برای بار چندم ازش خواهش کردم که منو طلاق بده، اما اون زیر بار نمیرفت. دست به زن نداشت. منو اذیت فیزیکی نمیکرد، اما حرفمو هم قبول نمیکرد. اون روز باز بحث ما شدت گرفت. این سری میخواستم ازش نتیجه بگیرم. بعدی که سر و صدای ما بلند شد و بعضی از همسایه‌ها هم با خبر شدن. بعد از ثبت حرفای فرزانه، پلیس عکس مهدی رو چاپ کرد و به مناطق مختلف فرستاد. با این هدف که اگر کسی اونو دیده به اداره آگاهی و پلیس اطلاع بده. فرزانه به پلیس ها میگه که ممکنه به خانواده پدریش سر زده باشه، اما احتمالش ضعیفه. با این حال پلیس ها به سراغ خانواده پدری اون میرن تا ببینن آیا پیدا میشه یا نه. پدر مهدی در قید حیات نبود، اما مادرش و خواهرش میگفتن که حدود 1 ماهیه که از اون بیخبرن و فقط به صورت تلفنی با هم در ارتباط بودن. حتی ظرف 10 روز اخیر هم به صورت تلفنی هم باشون تماس نگرفته بوده. ظرف مدت زمانی که عکس اون منتشر شده بود و از مردم خواسته بودن در صورت دیدن اون اطلاع بدن، بالاخره چندین تماس با اداره پلیس انجام شد و اونها از دیدن مهدی اطلاعاتی رو در اختیار ماموران آگاهی قرار دادن. یکی از تماس‌ها مربوط به مراکز درمانی روانی بوده. اونها گفته بودند که چند روزی مهدی در اون مرکز بستری شده. پلیس هم در اسرع وقت به اون مرکز درمانی مراجعه میکنه تا بررسی‌های لازم رو انجام بده. کادر درمان به ماموران پلیس اطلاع میدن که 1 هفته‌ای هست که مهدی در اینجا بستریه و اونا یه عده آوردن اینجا. بعد از تحقیقاتی که از کادر درمان انجام میشه، مشخص میشه که اون چند نفر خودشونو از آشنایان مهدی معرفی کردن و گفتن مشکل روانی داره و نمیتونه به صورت عادی زندگی کنه. باید تحت درمان ویژه قرار بگیره. اونا هزینه‌های بستری شدن و درمانش رو تقبل کردن و اونا همونجا گذاشتن. حتی در فرم‌هایی که تکمیل کرده بودن خودشون رو از بستگان مهدی معرفی کرده بودن، اما شماره تماس نذاشتن. بعد از شنیدن این صحبت‌ها ماموران آگاهی به سمت مهدی میرن که روی تخت بیمارستان بستری شده بود. از مهدی هم میخوان که اتفاقاتی که اخیراً براش پیش اومده رو تعریف کنن. مهدی به مامورا میگه نمیدونم چند نفر بودن، اما منو به زور آوردن اینجا. اونا همش به من میگفتن تو مریضی، نمیتونی اینجا زندگی کنی، از پس زندگیت بر نمیای، نمیتونی تصمیمای مهمو بگیری. باید بری تیمارستان تا ازت مراقبت کنن. مهدی با اینکه هوشیاری کامل رو داشت همه جریان رو تعریف کرد. ماموران در مورد دعوایی که با همسرش هم داشت پرسیدن و اون گفت اون روز با همسرم بحث کردیم. اون میخواست ازم جدا بشه و من آمادگیشو نداشتم، اما احساس میکردم حالم بده.
نمیخواستم باهاش ادامه بدم. برای همین بعد از کمی بحث کردن از خونه خارج شدم. یه حس عجیبی داشتم. احساس میکردم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. برای اینکه اتفاق بدی بین من و همسرم نیفته و بعد پشیمونی به بار نیاره از خونه اومدم بیرون. اما خیلی عصبانی بودم. اون روز رفتم سوپری و یکم میوه خریدم. حالم به قدری بد بود که گفتم پولشو بعداً حساب میکنم، چون پول با خودم نبرده بودم. توی کوچه بودم که دیدم یه ماشین داره از کوچه خارج میشه. خودم رو بهش رسوندم و بهش فهموندم که منو برسونه به یه منطقه‌ای. خدا رو شکر اونم کمکم کرد و منو توی منطقه‌ای به رزنت پیاده کرد. کمی بعد از اینکه از ماشین پیاده شدم و اون ماشین رفت، چند نفر که به نظر میرسید آدمای شارلاتانی هستن بهم نزدیک شدن. نتونستم صورتشون رو ببینم چون همشون ماسک زده بودن. با اینکه گیج بودم ولی احساس میکردم منو میشناسن. انگار منو تعقیب کرده بودن. چون حرفایی بینشون رد و بدل میشد که از برنامه‌ای که برای من داشتن حرف میزدن. منو به خارج شهر بردن و چند روزی توی یه ویلا نگهداری کردن. همش به من میگفتن تو دیوونه‌ای، داری زندگی بقیه رو خراب میکنی. به زور چند تا کاغذ سفید به من دادن تا امضا کنم. هر چقدر تلاش کردم که این کار رو انجام ندم منو تهدید کردن و حتی منو کتک زدن. نمیدونم داشتم چه چیزی رو امضا میکردم، ولی با تهدید مجبورم کردم که این کار رو انجام بدم. آخرش هم منو بردن به یه تیمارستان و گفتن جای تو فقط اینجاست. ماموران پلیس صحبت‌های مهدی رو ثبت کردن. بعدش از اون به همسرش در مورد اینکه چه خصومتی و چه کسایی با اونا دارن اطلاعاتی رو در اختیارشون بذارن. اونها میگفتن به خاطر شرایط خاصی که داریم ممکنه خیلی‌ها با ما بد باشن یا ممکنه خیلی‌ها از ما نفرت داشته باشن. در نهایت اسم افرادی که بیشترین درصد خطا رو داشتن رو به پلیس اعلام کردن. مهدی خوشحال بود از اینکه همسرش و پلیسا تونستن اونو پیدا کنن، اما از این میترسید که چه چیزایی رو امضا کرده و قراره چه برنامه‌ای براش داشته باشن. از ماموران پلیس خواست که هرچی زودتر این افراد رو پیدا کنن. با پیگیری‌های لازمی که پلیس انجام داد، اون افرادی که مهدی و همسرش بهشون مشکوک بودن در لیست اول پرونده قرار گرفتن. حتی کادر درمان هم که توی این پرونده نقش داشتن مورد بازجویی قرار گرفتن. با دریافت اطلاعاتی که کادر درمان اعلام کرده بودند، مشخص شد که یکی از آدمربایان نسبت خانوادگی با مهدی داشته. این فرد پسردایی مهدی بوده. مهدی اصلاً باورش نمیشد، اما شواهد نشون میداد که در این ماجرا نقش داره. بعد از این شناسایی پسرخاله مهدی رو میگیرن. اسم اون پیمان بوده. بعد از چند تا بازجویی ساده اون بالاخره اعتراف میکنه و میگه به کمک دوستش این نقشه رو کشیدن تا بتونن اموال مهدی رو بالا بکشن. پیمان به ماموران پلیس میگفت مهدی اصلا مستحق این زندگی، خونه، همسر و ثروت نبود. اصلا عادلانه نبود. ما با تمام تلاشی که میکردیم به هیچ جا نمیرسیدیم، اما اون در ناز و نعمت زندگی میکرد. با همکاری دوستامون نقشه کشیدیم تا بتونیم اونو بدزدیم و خوشی‌های زندگی اون رو برای خودمون برداریم. پیمان که تحت بازجویی فراوان قرار گرفت، اسم دوستایی که باهاش مشارکت کردن رو هم لو داد. ماموران تونستن عباس و حسین رو در منطقه قصر دشت پیدا کنن. با بازداشت شدن عوامل اصلی، ابعاد دیگه‌ای از پرونده باز شد که پلیس رو شوکه کرد. حسین، عباس و پیمان از ردپای فرزانه توی این پرونده میگفتن. اونها میگفتن که همسرش رو بدزدیم و بعد بتونیم درخواست طلاق رو ازش بگیریم. اون به ما وعده پول خوبی داد و گفت اگه بتونیم این نقشه رو عملی کنیم پول خوبی بهمون میده. ماموران پلیس با داشتن حکم قضایی به سمت خونه مهدی و فرزانه رفتن، اما اون در خونه نبود. تلفنش رو هم جواب نمیداد. از طرف همسایه ها گفته بودن که اون یه مدته که رفته، با یه چمدون هم رفته. تحقیقات تخصصی تر شروع شد. پس از چند روز فرزانه رو در محدوده آباده پیدا کردن. فرزانه توسط ماموران آگاهی بازداشت شد.
طی بازجویی‌هایی که انجام شد او اعتراف کرد که خودش این نقشه رو طراحی کرده. انگیزش جدایی از همسرش مهدی بود، اما از اونجایی که مهدی پول خیلی خوبی داشته قصد داشته بتونه یه سری از سرمایه ها رو به نام خودش بزنه. با کشیدن این نقشه میخواسته برگه‌های سفیدی رو امضا کنه و یک سری از اموال رو به نام خودش بزنه. در کنار اون حق طلاق رو هم ازش بگیره. بعد از اعترافات شوکه کننده فرزانه، ماموران آگاهی از او پرسیدند که هدف و انگیزش از جدایی از مهدی چی بوده و چرا نمیتونستن سازش کنن. اون در کمال ناباوری گفت زندگی خوبی با مهدی داشته، اما به صورت اتفاقی به یه نفر دیگه علاقه‌مند میشه و اونم وعده ازدواج بهش میده، تنها در صورتی که از مهدی جدا بشه. البته مشخص بود برای پول و سرمایه مهدی هم نقشه هایی کشیده بود. فرزانه اعتراف کرد که گول خورده و قدر زندگی و داشته هاشو ندونسته. اون از این که از این حقه کثیف استفاده کرده و همسرش مهدی رو بیمار روانی خونده پشیمون بود. در نهایت پس از ثبت اظهارات فرزانه، تمامی این افراد که در این نقشه نقش داشتن تا زمان برگزاری دادگاه اصلی به زندان منتقل میشن. قاضی پرونده پس از بررسی شواهد و مدارک موجود از فرزانه میخواد که وارد جایگاه بشه. فرزانه هم که همه اعترافات رو کرده بود مجددا همون حرفا رو میزنه، اما حرف دیگه ای نداشته. پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات متهمین، پیمان، حسین و عباس به اتهام آدمربایی به 7 سال زندان محکوم میشن و فرزانه هم به اتهام طرح این نقشه و خیانت به همسرش به 15 سال زندان محکوم میشه.